simple present and present progressive، حال ساده و حال استمراری. خب افرماتیوش رو میخوایم کار کنیم، یعنی جملات مثبت، نگاتیو جملات منفی و کوئسچن فرم حالت سوالیش رو با هم دیگه کار کنیم. سیمپل پرزنت در حالت افرماتیو یه دونه سابجکت بذار، یه دونه ورب هم بذار، تهش تموم بشه بره دیگه. آی هلپ، من کمک میکنم، یعنی سابجکت یعنی فاعل، ورب هم یعنی فعل. خب پس یه فاعل و یه فعل، یعنی یه سابجکت و یک ورب. خب اینجا یو هلپ، شما کمک میکنید، این یک سابجکت یا یک فاعله، هلپ هم یک ورب دیگه یعنی یک فعله. پس به همین راحتی، پس یه سابجکت یه حالت ساده ورب میذاری تموم میشه میره. ولی استثناء داره. کجا؟ اینجا اگر سابجکت سومین شخص مفرد باشه، یعنی هی شی ایت باشه، ته ورب یه اسم میگیره. شی هلپس، او کمک میکند، تمام شد و رفت. نگاتیو کافیه قبل از این ورب یه دو نات بذاری. I do not help، من کمک نمیکنم. You do not help، شما کمک نمیکنید. استثنایی که داره تو حالت سوم شخص مفرد، یعنی he she it، به جای do not باید does not بذاریم. He does not help، اون کمک نمیکنه. خب تو حالت سوالی، حالت سوالی یا کوئسچن مثل همون حالت افرماتیوه، فقط قبل این جمله دو یا داز میذاریم. ببینید دو یا داز گذاشته. خب do I help، آیا من کمک میکنم. do you help، آیا شما کمک میکنید. does he help، آیا اون کمک میکند. پس این برای حالت سوم شخص مفرد he she it، برای سوالی کردنش از داز استفاده میکنیم. و نکته‌ای که هست اینجا، فقط تو حالت افرماتیو در پایان ورب اسم میذاریم. توی بقیه حالت‌ها یعنی منظورم اینه که در حالت افرماتیو توی حالت سوم شخص مفرد باشه سابجکت در پایان ورب اس قرار میگیرد، ولی در بقیه حالت‌ها اس قرار نمیگیره، حتی سوم شخص مفرد باشه. ببینید تو حالت نگاتیو سوم شخص مفرد دیگه، ولی وربمون اس نداره. یا تو حالت کوئسچن اس نداره. تمام. پرزنت پروگرسیو حالت افرماتیوش. خب پرزنت پروگرسیو یعنی که یک اتفاقی همین الان داره انجام میشه دیگه، همین الان که داریم صحبت میکنیم انجام میشه. حال استمراری. خب اگه این مفاهیم سیمپل پرزنت و پرزنت پروگرسیو رو نداری، به جلسه قبل رجوع کن، کامل متوجه بشی داستانش چیه و مفهومش چیه. ولی خب در همین حد بگم که سیمپل پرزنت یک حقیقت یا یک عادت روزانه است که زمانش مهم نیست، و پرزنت پروگرسیو عملیه که همین الان که داریم در موردش صحبت میکنیم در حال انجام دادن. همین چرت و پرت همشون، خیلی راحت. خب I am helping، این هلپ رو برمی‌داری آی دارش میکنی، قبلش بی میذاری، تمام شد و رفت. میشه پرزنت پروگرسیو، یعنی همین الان داره این اتفاق انجام میشه. خب یکی از افعال بی رو باید اینجا قرار بدی بسته به سابجکتت. خب اگر سابجکتت آی باشه، این باید ام باشه، یعنی من هستم در حال کمک کردن. اگر سابجکتت بیش از یک نفر باشد، از آر استفاده میکنیم. خب الان اینجا این یو، وی و دی، یعنی شما، ما، آنها بیش از یک نفرن. پس توی پرزنت پروگرسیو اونجایی که یکی از افعال بی قرار میگیره از آر استفاده میکنیم اینجا، و وربمون هم آی دار میشه، هلپینگ ها. پس you are helping، شما الان هستی در حال کمک کردن ها. منظور اینه شما همین الان دارید کمک میکنید. we are helping، ما الان داریم کمک میکنیم. they are helping، اونها الان دارن کمک میکنن ها. خب اگر he she it اومد، خب توی قسمت B از ایز استفاده میکنیم. ایز قرار میدیم و بعدش هم ورب آینجی دار، هلپی که اینجا آینجی گرفته ها، وربی که آینجی گرفته. she is helping، یعنی اون همین الان داره کمک میکنه. she is helping، اون همین الان داره کمک میکنه. و it is دیگه همین داستان، اینم یعنی این همین الان داره کمک میکنه. خب برای منفی کردنش بعد از این بی ها، بعد از این افعال بی یعنی ام و آر و ایز، نات بذار، منفی میشه. تمام، نگاتیو.
I am not helping میتونی بگی یعنی همین الان من کمک نمیکنم. You are not helping یعنی شما همین الان کمک نمیکنید، الان در حال کمک کردن نیستید. و he is not helping اون همین الان در حال کمک کردن نیست. بقیه‌شو خودت کار کن، ساده است. برای سوالی کردن کافیه این بی رو بیاری قبل از سابجکتت قرار بدی. ببین این امه اومده قبل از سابجکت یعنی قبل از آی شده am I helping یعنی آیا من همین الان در حال کمک کردن هستم. حالا بقیه‌شو خودت بگو. Are you helping یعنی همین الان شما در حال کمک کردن هستید. ببین این آر اومده قبل از یو، قبل از سابجکت، قبل از فاعل. Is he helping آیا اون همین الان در حال کمک کردن هست. خب بعد نکته که هست این پایین این داستان when. خب ببین قبل از این دو تو حالت سیمپل پرزنت برای جملات کلمه‌های پرسشی بخوای استفاده کنی مثلا مثل when چه موقع، یا حالا why یعنی چرا، یا حالا هر چیزی where یعنی کجا. خب حالا این when یعنی چه موقع میخوای از این داستان استفاده کنی قبل از این دو میاد، اینجا هم قبل از این فعل بی میاد یعنی قبل از همه این داستان ها میاد. مثلا اینجا گفته when یعنی چه موقع، do I help من کمک میکنم، یا when am I helping چه موقع من دارم کی من در حال کمک کردن هستم. یه همچین داستانهای چرت و پرتی و خیلی هم آسون. خب اگه بلد شدی دیگه بسته برو خونت، اگه هم بلد نشدی بیا چند تا چرت و پرتی تو خزعبلات دیگه با هم دیگه حل کنیم. اینجا داره میگه خب اون که خودش حل کرده، مثلا اینجا میگه you nervous. خب میخواد بگه شما نروس هستید، پریشون هستید. خب بحث هستید هستی که بحث بودنه، بعد از اول بی استفاده کنید دیگه. are you are nervous بوده مثلا اگه میخواستی افرماتیو استفاده کنی you are nervous. ولی این سوالیه گفتیم، حالا که سوالیه باید این آره که اینجاست بیاد قبل از سابجکت. are you nervous یعنی آیا شما نروس هستید؟ فکر کنم مثلا پریشون و مضطرب و نگران اینجوری معنی میده نروس. خب یا مثلا مثال دیگه ببینید میگه you like to fly شما دوست دارید پرواز رو. خب این حالت سیمپل پرزنت دیگه، دقت کن یه سابجکت اومده یه دونه ورب اومده. you like شما دوست دارید، یه حقیقته، یک فکته، پس سیمپل پرزنت. خب برای اینکه اینو سوالی کنی ببین اینجا گفتم دیگه افرماتیو سابجکت ورب، برای اینکه سوالیش کنی یه دو بذار قبل این داستانش. یا اگه هیشید باشه داز، حالا چون یو بوده دو باید بذاری، پس چی؟ do you like to fly آیا شما پرواز کردن دوست داری؟ مثلا حالا اینجا تو پرت زیاد نوشته ولی در همین حد بدونید، بقیه‌اش هم دوست داشتید حل کنید. خب یا مثلا اینجا گفته توی جای خالی کلمه مناسبو بذار. خب مثلا اینجا نوشته salt water. نه بذاریم مثال بهتری بزنم راحت تر باشه، آسون تر میخوام بزنم، شما برید سختاشو بزنید. honey spoil خب یعنی عسل، بعد این یه دونه سابجکت عسل، هانی هم یعنی عسل دیگه، اسپویل هم یعنی خراب شدن. خب حالا میخواد بگه عسل خراب میشه. خب جای هانی چی میتونیم بذاریم؟ ایت میتونیم بذاریم دیگه. خب ایت میذاریم. ببین اینجا توی سیمپل پرزنت سابجکت ورب توی حالت افرماتیو گفتیم اگر ایت باشد وربمون اس میگیرد. پس اینجا جای هانی من میتونم ایت بذارم، یعنی این چه بگم این چه بگم، اشاره کنم به عسل بگم این دیگه میتونم ایت بذارم. اسپویلز اس میگیره وربم. همین راحتی. خب
اثر فاسد نمیشه، من حواسم نبود. خب بعد بگیم فاسد چیزها رو شما بگید، هستن من اشتباه کردم، اثر فاسد نمیشه که. پس بعد بگی هانی منفی کنی این سیمپل پرزنت هانی doesn't spoil. گفتم دیگه میتونی جای نیت بذاریم it doesn't spoil. ببین اینجا نگتیو it doesn't spoil، جای help بذاری spoil. فاسد نمیشه، خراب نمیشه. خب همین چیزی که من اینجا گفتم و هی باید با اونا تطبیق بدید، تکرار تمرین که بشه ملکه ذهنتون. چرت و پرت هستن اینا، راحت میشینه تو ذهنتون راحت. خب اکسرسایز 11 اینم خودتون میتونید حل کنید. خب اینو فیلمو استاپ کنید، اینا رو بعد بین یکی از این دو انتخاب کنید. اگه سوالی داشتید کامنت بذارید، من جواب میدم. خیلی ساده است. من ماهیگیری رو الان بهتون یاد دادم، میتونید انجام بدید خودتون. اینجا استاپ کنید فیلمو، دونه دونه اینا رو انجام بدید. جلسه بعد بهتون میخوام ورب هایی که خب معمولاً verb not usually used in the progressive معمولاً استفاده نمیشن توی پراگرسیو. خب یعنی نان پراگرسیو ان اصطلاحاً. اینا رو با هم دیگه کار کنیم. مراقب خودتون باشید. بای بای.